سلام بچه‌ها، به مینی ولاگ سفر من به منطقه فیلبند خوش اومدین. تا اینجای کار که دیدین چقدر قشنگه. ما وقتی رسیدیم من و پدرم رفتیم یه چند تا خرید کردیم. پدرم اینجا ناهار داشت آماده می‌کرد و تا که ناهار آماده کنه داشتم از بیرون لذت می‌بردم. بعد از ناهار همه دور هم نشستیم و استفاده کردیم. واقعا خیلی قشنگه. من برای طلوع بیدار شدم، اینجا تایم طلوعه. من خیلی بهتون توصیه میکنم بریم ببینین، فقط تو فصلش برین، الان دیگه فصلش نیسته چون که اصطلاحاً فیلبند یه ییلاقه و خب تو تایما گرم برین خیلی بهتره. هوا واقعا خوب بود. صبحونه درست کردیم، صبحونه رو خوردیم. یعنی این اقیانوس ابر یکی از قشنگترین واقعا تجربه زندگی من بود و برگشتیم به سمت پایین همیکن نشستیم، ناهار درست کردیم و خوردیم. بچه‌ها مرسی که تا اینجا دیدین. خیلی خیلی ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظرتون رو بهم بگین. خیلی دوستتون دارم. میبوسمتون. بای بای.